خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 18 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز، برنامه به طور مستقیم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخبار آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش‌های برنامه. صدها مهاجر دستها پشتی هم به اداره پلیس برده شدند. پلیس روسیه با شیوه تحقیرآمیز رید فراگیری را آغاز کرده است. بین این حالت هیچ که با دادمو نمیرسه. بیزار شدیم. متخصصان خارجی میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی‌های پیشینه قدرتمندتر می شود. سال می تواند بیش از 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. حکومت استرالیا اصرار می‌ورزد که منع دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی دایر شده به کاربران کلانسال تهدید پیش نخواهد آورد. اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است. چنان انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونی گردانی حضور مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند. پیشتر مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700,000 مهاجر در این کشور سندهای درست و قانونی برای حضور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان درست نشود از کشور اخراج می شوند. این قرار را بسیاری از آگاهان یک بهانه برای سرکوب بیشتری مهاجران دانستند که ظاهرا در روسیه آغاز شده است. همکارم خرامان بقازاده با نوار کاربران این گزارش را آماده کرده است. صحنه از مهاجران دست به پشتی هم که به اداره پلیس برده می شوند. کاربران می گویند این نوار شب 17 سپتامبر در کنار ایستگاه مترو و کوچه سکوبلیفسکای مسکو ثبت شده است. پلیس در این روز در چند مکان کار و زیست مهاجران تفتیش انجام داده صدها نفر را بازداشت کرده و به اداره پلیس برده است. مهاجران می گویند صرف نظر از آن که آنها اجازه کار یا سندی بود و باش داشتند یا نه به قرارگاهی پلیس برده شدند و تا حال سرنوشتشان روشن نیست. این هم نواره از خوابگاه مهاجران است. به گفته مهاجران، امان یا دسته تعیینات مخصوص روسیه صبح 18 سپتامبر 500 مهاجر را در خوابگاه نزد مترو استراگینوی مسکو به بیرون کشیدند. مهاجران میگویند از این میان حدود 200 کس شهروندان تاجیکستان هستند. عملیات ساعت 5 صبح شروع شده. کارمندان امان با درشتی و دغلی با مهاجران برخورد کرده آنها را تحقیر کردند. مهاجران گفتند این گروه سند کار و زندگی دارند ولی معلوم نیست سرنوشتشان چی خواهد شد. مقامات روسیه رسما در این باره خبر ندادند ولی پیشتر گفته بودند که مهاجران بی سند را اخراج میکنند. این تاجیک هم به قدر شده، به قدر بود نبرود به قدر شده نمی ملکی نمی رسیه خروچ بین این حالت هیچ که با دادمو نمیرسه. بیزار شده من اینجا. در فرودگاه ونوکووا گروهی از مهاجران تاجیک را نگذاشتند که وارد روسیه شوند. این مردم نمی حالت داره، یعنی اونجا تاکه خواه تحقیقی من قیم این نمی حالت دارم هیچ که با دادمو نمیرسه. بخت و قسم روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کاری از تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امن کاری برای مهاجران دانسته نمی شود. و متخصصان خارجی و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقی آبی راغون برعکس ارزیابی‌های پیشینه قدرتمندتر می شود و می تواند سالانه تقریباً 14 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کند. بر اساس طرح اساسی و ارزیابی بین المللی سال 2014 نیروگاه راغون با 6 اگریگات 600 مگاواتی قادر به استحصال 14 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق می شد. اما ارزیابی نو نشان داده است که نیروگاه عظیمترین تاجیکستان از آنچه که قبلا پیش بینی می کردند قدرتمندتر می شود. همکارم طاهر سفر این ارزیابی را خلاصه کرد و قبل از برنامه در صحبتی از او جزئیات ارزیابی را پرسیدم. در ارزیابی نو شده تاثیر اکولوژی و اجتماعی نیروگاه راغون آمده است با نظرداشت استفاده تکنولوژی‌های نو اقتدار هر اگریگات به 630 مگاوات رسانده می شود و در نتیجه توانایی نیروگاه از 3600 مگاوات پیش بینی شده تا به 3780 مگاوات خواهد رسید.
ارزیابی نو را که با مساعدت بانک جهانی تهیه کردند، حکومت ماه اوگوست نشر کرد و هدف آن جلب سرمایه خارجی و زودتر یافتن پول برای ساختمان است که حکومت سخت به آن احتیاج دارد. چند پیش نزویس مگزت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون تحت سوال قرار گرفته است، چون بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه درباره آینده آن اعراض و ملاحظات دارند و از جمله بانک جهانی به همین سبب جدا کردن پول را برای نیروگاه راغون به تأخیر انداخته است. رئیس جمهور امام علی رحمان هم بعداً به محل ساختمان رفت و از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای گرفتن پول از سرمایه‌گذاران دوچند کنند. در ارزیابی تازه آمده است هدف از آن رعایت قانونگذاری، استفاده تجربه پیشقدم بین المللی، اینچنین طلبات قرض دهندگان از جمله بانک جهانی است تا که مبلغ گذاری برای انجام دادن ساختمان دسترس شود. این زمان کار در نیروگاه ادامه دارد و به گفته مقامات در راغون حالا بیشتر از 18,000 نفر کارگر و مهندسان کار میکنند. سربندی 335 متری را تا به سطح 145 متر رسانیدند و گفته حکومت ماه ینور امسال شرکت فایت هایت را در آلمان و تولید چرخه نوی نیروگاه راغون آغاز کرده است و آن را باید تا ماه سپتامبر سال 2027 نصب کنند که به معنی به کار انداختن چرخه سوم نیروگاه است. سوال دیگر از همکاران درباره ارزیابی خطر و تهدیدهای احتمالی به ساختمان نیروگاه راغون بود که خلاصه این ارزیابی‌ها را برای ما و شما شرح دهد. بله، در این ارزیابی که واقعا بیشتر از 500 صفحه است آمده است که هدف ارزیابی معین کردن تهدیدهای احتمالی از جمله از طرف حمله کنندگان یا رقیبان روانه شده است که می توانند بدتر ضرر رسانند. تهدیدها به قول متخصصان قصداً آسیب و یا ضرر رساندن به طرح راغون محسوب می شوند. تهدیدها را به 5 طبقه تقسیم کردند که تروریسم و خرابکاری نیز از جمله آنها هستند. در ارزیابی آمده است تاجیکستان که در آسیای مرکزی واقع است با مشکلات مرکب امنیتی روبرو می شود که از سرچشمه‌های گوناگون از جمله تروریسم، جنایتکاری متشکلانه و نااستواری منطقوی سرچشمه می گیرد. این تهدیدها برای ساختمان سربندها که کار زیادی در آنها جریان دارد و از جمله برای چرخه های نیروگاه عاقبت‌های جدی دارند. یک تهدید دیگر رخنه‌گری و یا به قول مقامات جنایت‌های سایبری و یا کیبرنتیکی است که برای زیربنیادهای مهم تاجیکستان از جمله سربندها و سربندی راغون خطر جدی دارند. در کشور افزایش تهدیدهای سایبری مشاهده می شود. قریب 69% کاربران با تهدیدهای سایبری روبرو می شوند که این بلندترین نشان دهنده در بین کشورهای مشترک المنافع می باشد. در این ارزیابی آمده است که راغون یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنیادی در تاجیکستان مخصوصاً در برابر حمله‌های سایبری آسیب پذیر است. سربند که انتظار می رود پس از به اتمام رسیدن ساختمانش بلندترین در جهان باشد، برای امنیت انرژتیکی و رشد اقتصادی تاجیکستان اهمیتی حیاتی دارد، اما وابستگی آن از سیستم‌های اداره رقمی آن را به تهدیدهای سایبری آسیب پذیر می کند. حمله با موفقیت سایبری می تواند سربند را ویران کند که باعث قطع نیروی برق گردد و به میلیون‌ها آدمی که از نیروی برق سربند وابستند تأثیر رساند. علاوه بر این قطع استحصال نیروی برق می تواند نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای همسایه که از صادرات نیروی برق وابستند تلفات نظررس اقتصادی به بار آورد. این پایان اقتباس بود که از ارزیابی آوردیم و واقعا حکومت تاجیکستان میگوید راغون در صورت اتمام ساختمانش در سال 2032 بزرگترین نیروگاه منطقه می شود و می تواند در تامین افغانستان و پاکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی با نیروی برق تازه مساعدت کند. هدف از ارزیابی نو هم آماده شدن به هر تهدیدهای احتمالی بوده است که باید از آن جلوگیری شود. تشکر از همکارم طاهر سفر که بعضی بخش‌های مهم خلاصه متخصصان خارجی درباره نیروگاه راغون را شرح داد. ماه نوامبر سال 2024 دولت استرالیا غیر منتظره دستور داد که تمام نورسانی از 16 ساله پایین از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند. به قول آنها کاربری در شبکه‌های اجتماعی به وضع روانی آنها تاثیر منفی دارد.
با نزدیکشوی زمان اجرای قانون مقامداران این کشور راههای بهتری تطبیق آن را پیشنهاد کردند. در این باره همکارم ملا رجب معلومات می‌دهد. روز 16 سپتامبر استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خاص با دخالت کمترین و با نظرداشت هوش مصنوعی و عادت‌های کاربران به معین نمودن سن سال کاربران رو آورند. سر از ماه دکمبر در این کشور دسترسی نورسان جوانتر از 16 ساله به شبکه‌های اجتماعی منع خواهد شد. حالا اهل عالم پیگیری دارد که استرالیا از چه راه این تصمیم را عملی خواهد کرد. کمیسر امنیت الکترونی استرالیا جولیا اینمن گراند میگوید حتمی نیست که مسئولان شبکه‌های اجتماعی توسط تفتیش همه طرفه به تشخیص سن و سال کاربران مشغول باشند. کلانسالان نباید اثنای کاربرد شبکه‌های اجتماعی شاهد تغییری بزرگ شوند. به عقیده ما ضرور نیست که سن و سال تمام کاربران دوباره معین کرده شود. ما می‌خواهیم کاربران جوانتر از 16 ساله تشخیص و از استفاده شبکه‌ها محروم گردند. ما می‌دانیم که چگونه تکنولوژی‌ها به ما مطلب‌های ترغیباتی نشان رسم می‌فرستند. همین گونه آنها دقیق می‌دانند که چطور سن و سال کاربران کودک معین کرده شود. ماه ایول گراند دستور داده بود که نورسان زیر 16 ساله از دسترسی به یوتیوب محروم شوند. پیش از آن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت هم در روی خط سیاه شامل شده بودند. یگانه شبکه اجتماعی که از طرف معلمان استرالیا حمایت شده دسترسی به آن محدود نمی شود تیک تاک بوده است. وزیر فدرال مخابرات استرالیا انیکا ویلز هم از ماموران شبکه‌های اجتماعی طلب کرد که هنگام کارکرد معلوماتی مربوط به کاربران از احتیاط کار بگیرند. ما امیدواریم که برای اجرای این قانون‌ها استفاده معلومات خصوصی مردم به حد امکان کم باشد. ما از همه طلب نمی‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی سن و سالشان را اعلام کنند. شبکه‌ها به این هم درباره کاربران معلومات کافی دارند. مثلا اگر نفری از سال 2009 کاربر فیسبوک است، به تفتیش هم آشکار می شود که سن او از 16 بالا است. وزیر علاوه کرد که شبکه‌ها مجبورند طلبات قانون را اجرا کنند و چنین امکانات‌ها را در اختیار دارند. ماه نوامبر سال 2024 استرالیا با اشاره به تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی و وزیر روانی نورسان قانون قبول کرد که نورسان خردسال از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محروم گردند و این قانون باید سر از ماه دکمبر سال 2025 به حکم اجرا درآید. شبکه‌های اجتماعی مجبورند که تمام نورسان از 16 سال پایان را از پایگاه‌هایشان بیرون کنند. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برای خواهشمندان اشتراک در لاتاری حق اقامت در آمریکا یا گرین کارت پرداخت حتمی در حجم $1 را جاری نمود. آگاهینامه در این باره در سامانه رئیستر فدرالی ایالات متحده آمریکا نشر شده است. اکنون خواهشمندان شرکت در لاتاری برابر پر کردن عریضه خود باید $1 مبلغ را پرداخت کنند. تا حال این کار به پول انجام می شد و تنها در صورت برد در لاتاری بعداً $330 مبلغ را به هنگام بررسی پروندهشان پرداخت می کردند. دپارتمنت دولتی گفته است که این چاره برای از اشتراک در معرکه پرطرفدار در سیاره خارج کردن شخصان تصادفی مساعدت می کند. دپارتمنت دولتی تخمین کرده است که از حساب این پرداخت‌ها بودجه دولت سال تا $25 میلیون فایده می بیند و شاید شمار عریضه دهندگان را کاهش دهد. لاتاری گرین کارت یا کارت سبز سال 1990 جاری شد و هر سال از راه انتخاب تصادفی برای 50,000 نفر حق گرفتن اقامت رسمی در ایالات متحده آمریکا را فراهم می کند. توجه به این برنامه در میان ساکنان کشورهای پساشوروی خیلی زیاد است و ازبکستان بزرگترین آمار برندگان لاتاری را در سال جاری داشته بیش از 5,000 نفر در این برنامه پاسخ مثبت گرفتند. اینچنین روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم در میان برندگان کلان این لاتاری نامبر می شوند. از تاجیکستان امسال نزدیک 3,000 نفر برنده لاتاری شدند. سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا کنید. خدا نگهدار.